روانشناسی همه رو گفتن، چیزی برای ما نداشتن. مثلا موضوع که من به عنوان مقدمه خدمتتون میگم، وقتی استاد من آقای عبداللطیف دستری چند سال پیش من قرار بود راجع به حافظ یه سخنرانی یه جایی بکنم. بعد با ایشون که مشورت میکردم ایشون یه درس خیلی مهم به من گفتش که لازم نیست راجع به هر چیزی که تو ذهنت صحبت کنی، گفت کافی که فقط راجع به یه مطلب صحبت بکنی و اون رو درست بیان کنی. این در واقع ما همیشه میگیم مختصر و مفید. من در مورد مختصر بودنش بهتون قول میدم طولانی صحبت نمی‌کنم، چون می‌دونم صحبت طولانی ملال‌آور، ولی این که مفید باشه اینو نمیتونم بگم. در مورد مسئله که من میخوام صحبت بکنم، مسئله همین سایکوآنالیز فروید که البته متاسفانه در ایران بیشتر روانشناسی با فروید شناخته میشه که اینطور واقعا نیست. آدمای بزرگی بعد از فروید اومدن و روانشناسی رو خیلی گسترش دادن، روانشناسی بالگی رو و روانشناسی که مربوط به اون شاخه‌ای که حالا ما در مورد ادبیات می‌خوایم صحبت کنیم به شدت اون گسترش دادن، دیگه اصلا در حقیقت باقی نموند. ولی خب ما وقتی که یه دستگاه فکری رو در نظر می‌گیریم، وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم طبیعتاً که باید در چارچوب همون دستگاه فکری صحبت بکنیم. یعنی اگر که مثلا ما می‌خوایم ادبیات رو از دیدگاه یونگ بررسی بکنیم، از اون زاویه نگاه کنیم، طبیعتاً به ذهن ما محدود میشه به مثلا روانشناسی یونگ. دیگه حالا بحث درست بودن و غلط بودنش بحثایی که باید انجام بدیم. اینجا هم همینطوره. من فقط در مورد سایکوآنالیز فروید و ارتباطش با هنر تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه صحبت میکنم. در خدمتتون هستم. عرضم به حضور که ساعت من بذارم جلو که زیادی صحبت کنم. عرضم به حضورتون که به نظر میرسه روانشناسی پیشرفتش رو در واقع اون چیزی که امروز ما میشناسیم مربوط دو تا انقلاب بزرگ عصر حاضر، یک انقلاب کبیر فرانسه و یکم انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق افتاد. به دلیل اینکه این انقلاب جامعه غرب رو به شدت متوجه فرضیت انسان و اهمیت فرضیت انسان و اون چیزی که از هومانیسم علوم وسطا ببخشید از رنسانس به بعد مطرح میشه، در این دو انقلاب هستش که چهره واقعی رو نشون میده و اهمیت فردیت انسان بیش از پیش نشون میشه. طبیعتاً وقتی در یک همچین فضای ذهنی با قرار میگیره، روانشناسی بستر مناسب پیدا میکنه برای رشد، برای اشاره پیدا کردن. من همونطور که خانم روانشناس اشاره کردن، خب ویلیام بوت مثلا روانشناسی به صورت علم، اون چیزی که ما از تعریف علم میشناسیم آغاز کرد. ولی پیشرفت روانشناسی با تئوریای فروید به این دلیل شاید باشه که تئوریاش به شدت عمیق‌تر شد و باعث شهرت این علم اساساً شد. حالا شهرت آرای خودش به جای خود، ولی اساساً این علم رو به جهان معرفی کرد. بعد این جهت باعث لااقل از این جهت هم باعث اهمیت. حالا تعریف روانشناسی که خب همه شما میدونید حتما، مطالعه رفتار بشری، مطالعه علمی رفتار بشر و این مطالعه رفتار بشر خب دامنش دیگه محدود به خود فردیت انسان باقی نموند. یعنی میدونید روانشناسی در همه شونات زندگی ما حضور داره، مثلا در صنعت، در اقتصاد، در سیاست، در هنر، ادبیات و همه جنبه‌های زندگی، در درمان که بهتر اما یه چیزی هست، روانشناسی قبل از اینکه واقعا خودش به وجود بیاد به صورت کلی و با مفاهیم کلی در ادبیات و اسطوره‌ها به شدت وجود داشته. تمام آثار ادبی کلاسیک جهان اینو نشون میده. مثلا اولین قصه‌ای که معروفه که میگن اولین قصه گودربر قصه گیلگمش هست. گیلگمش میدونید شخصیتی که درگیر مسئله مرگ میشه و
و نشون میده که بشر از همون حالا از همون که تمدن که مفهوم که ما میشناسیم به وجود آورده، ذهنش متوجه روان بشر، روان خودش بود و چون علم که وجود نداشته به مفهوم که ما میشناسیم و این در ادبیات و در هنر به طور کلی بهتر از هر چیز هر جای دیگه‌ای متجلی شده و دیده میشه. مثلا شما مثلا الیاد هومری که بخونید که حتما مطالعه فرمودید، این شخصیت‌ها به قدری ملموس، به قدری دقیق توصیف شدن که ما انگار که یک روانشناس اینها رو توصیف داده، بیان کرد، توصیف کرد. مثلا شخصیت آشیل یا شخصیت مثلا هکتور، پهلوان معروف که به دست آشیل کشته میشه، یا آگاممنون پادشاه دست گرفتن خودشون مشکل، یا آگاممنون، اینا رو ما واقعا با پوست گوشتمون احساس میکنیم. چرا؟ این به چه دلیل؟ یه دلیلش اینه که توصیفی که از شخصیت و منش اینا شده اینقدر جوندار زنده هستش که ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار و در واقع این چیزی نیست جز اینکه به عنوان یک هومر به عنوان یک روانشناس انگار شخصیت رو توصیف کرده. همونطور که عرض کردم، خب حالا که قراره که ما راجع به سایکوآنالیز صحبت می‌کنیم، خب طبیعتاً من مجبورم یه چیزایی رو اینجا تکرار بکنم که البته من می‌دونم مثلا برای جناب دکتر میرزاآبادی که خب اصلا اینقدر تکراری که براشون کسل کننده است، یا برای شما بقیه که حتما این زمین مطالعه کنید، ولی من ناگزیرم که راجع به موضوعم یه خود سعی می‌کنم خیلی مختصر. فروید اولین بار با یه پزشکی به نام دکتر بروئر آشنا میشه و اون چون هیپنوتیزم رو شروع کرده بود و از طریق هیپنوتیزم به معالجه بیماراش می‌پرداخت، آشنا شد و به این کار علاقه‌مند شد و هیپنوتیزم رو با همراه اون شروع کرد و اونم از همین روش استفاده کرد. هیپنوتیزم در واقع همونی که میگن خواب مصنوعی باعث می‌شد که بیمار ظاهراً به خواب بره و تو اون حالت بتونه متنات قلبی خودش رو که در حالت عادی و حالت هوشیاری قادر به گفتنش نیست به دلایل روانی در حالت هیپنوتیزم بیان می‌کنه. و وقتی که هیپنوتیزم تموم شد این باعث سبک شدنش میشد، باعث میشد که بتونه یه مقدار از رنجاش رو تخلیه کنه. این همون اصطلاح معروف کاتارسیسه که کاتارسیس اولین بار البته ظاهراً ارسطو به کار برده، ولی خب بعدها فروید هم از این اصطلاح استفاده کرد. فروید از مسئله کاتارسیس بعد به تدریج متوجه میشه که بدون هیپنوتیزم هم میشه این کار کرد، چون همون هم یه عوارضی میشه. این بود که متوسل میشه به روش دیگه‌ای و اون از طریق صحبت کردن، از طریق صحبت کردن با بیمار و وادار کردن اون به گفتن مکانات قلبی خودش از طریق تداعی آزاد، به اصطلاح فری اسوسییشن. و از این طریق باعث میشد که به تدریج سه جلسه مختلف بیمار درد دلش رو خودمونی درد دلش رو مسائل شخصی خودش رو بیان میکرد تا به تدریج برسن به اون گره های اصلی که مشکل داشت. مثلا اونجایی که بیمار مقاومت میکنه یه حرف رو میزنه، فروید میگه اتفاقا همینجا هستش که ما باید تکیه کنیم یه مسائل بیمار و بدونیم که همینجا مشکل هستش، مشکلاتش از همینجا هست. بعد از این تداعی آزاد در واقع سایکوآنالیز شروع شده. البته تاریخی سایکوآنالیز میگن که با موقعی که با بروئر اون کتاب معروف خودش رو نوشته، پژوهش‌های در مورد هیپنوتیزم، ظاهراً تاریخ برای آغاز تئوری سایکوآنالیز به عنوان کاری که داره انجام میشه معرفی میکنن، انتشار این کتاب. فروید بعد از اینجا، حالا من دارم میگم برای اینکه برسیم به مسئله
هنر حالا میدونن که شاید ظاهرا ربطی نداشته باشه. فروید از اینجا شروع میکنه خودش شخصا سلف آنالیز میکنه، یعنی شروع میکنه خودش مکتوبات قلبی خودش رو هر شب میشسته اینا رو یادداشت میکنه، رویاهای خودش رو یادداشت میکنه و در واقع خودش رو روانکاوی خودکاوی میکنه و محصول این کار به چجوری میرسید که کتاب معروف خودش رو تعبیر رویا رو در سال 1900 منتشر. در واقع تعبیر رویا، کتاب تعبیر رویا همون چیزایی که فروید خودش رو در واقع به نوعی آنالیز کرد، عمدتاً تجربیات شخصی فروید. در مورد فروید صحبتایی که مدارکی که وجود داره نشون میده که خودش هم واقعا آدم متعادلی از نظر روانی نبوده و خودش هم به این مسئله واقع. مثلا از نکات مهمی که خودش کوکائین مصرف می‌کرد. تا میان سالی حداقل مشخصه که کوکائین مصرف یا ناراحتی از نظر روانی داشته و در واقع شاید یکی از انگیزه‌هاش هم مسائل شخصی خودش وارد دیده میشه. همونطور که عرض کردم بعد از این مرحله است که چون فروید وارد مسئله رویاها میشه و بیان رویاها متوجه باز اهمیت ضمیر ناخودآگاه میشه و بهتر و بیشتر هر کسی در تاریخ اهمیت این مسئله رو نشون میده که شاید از این نظر واقعا بشریت مدیون فروید باشه. این مسئله بعد ببخشید توی این مرحله فروید برای اینکه ضمیر بشر رو روان بشر رو توضیح بده میاد از تمثیلی که یه دانشمندی قبل از خودش به نام فیخته انجام داده بود استفاده می‌کنه که فیخته گفته بود که ذهن بشر مثل یه تکه یخی میمونه که روی آب که یخ به قسمت اعظم زیر آب میمونه بخش کوچیکش روی آب و این تمثیل از اون که نشون بده که بخش هوشیار ما، هوشیار ذهن ما و روان ما یه بخش کوچیکیه، اون قسمت عمده قسمتی که زیر آب و ما نمی‌بینیم و به همین دلیل معتقد میشه که بخش ناهوشیار ما، ناخودآگاه ما به مراتب مهمتر از بخش خودآگاه و البته یه قسمت نیمه هوشیار هم مابین این دوتا قائل میشه که مثل همون افرادی که میزنه گاهی وقتا بخشی مشخص میشه گاهی وقتا پنهان میشه اونم مشخصه. ولی در ادامه این الگوی اولیه الگوی بعدی که فروید میده و کاملترش در واقع میکنه ذهن رو سه بخش از ذهن مشخص میکنه. یکی نهاد انسان دیده که در واقع مربوط میشه به بخش غرایز بشه، نیازهای شاید مثلا در واقع حیوانی بشه، اون چیزایی که عمده ترین خواسته های غریزی ما هست که تو فارسی تعریف میشه نهاد. قسمت دوم که قسمت ایگو هستش، اون بخشی از شخصیت ما که در مواجهه با جامعه هست، در محیط بیرونی در مواجهه هستش، ولی این قسمت ایگو در واقع در خدمت نهاد قرار گرفته، در خدمت اونه و تمام فشار نهاد برای این که از طریق ایگو خودش رو ارضا کنه، ولی ایگو این کار رو نمی‌کنه، سعی یعنی میخواد ولی سعی می‌کنه که جوری این عمل انجام بگیره که در واقع به نوعی جامعه پسند میشه، عملی میشه. و قسمت سوم سوپر-ایگو یا وجدان ما یا من برتر، اون قسمتی که از کودکی تحت تاثیر اخلاقیات، دین، تربیت خانوادگی اجتماعی به تدریج در شخصیت انسان رشد و اون در واقع به نوعی عامل بازدارنده از خطاهای اجتماعی ما هست، گناهان ما هست، اون چیزایی که در جامعه منع شد و ما نباید ظاهرا انجام بدیم. سوپر-ایگو میاد اینو میگه مانع میشه که اون غریزه انگانی ما و نهاد ما خودش رو بارز کنه. یعنی فرض کنید که اگر این سوپر-ایگو نباشه در واقع شاید البته با تئوری فروید اگر نباشه در واقع ما همین انسان یه حیوانی بیش نیست، چون فقط در خدمت تشفی غرایز خودش برگردیم. بعد
مسئله این که فروید اینجا مطرح میکنه مسئله کانفلیکت، تضادی که در درون ما هست. فروید معتقده که اضطراب بشر، اضطراب مفهوم عام، حالا مثلا بیماری‌های نوروتیک رو مثال میزنه، یعنی توضیح میده، یا بیماری‌های سایکوتیک، معتقده که همه بیماری‌ها ریشه‌اش در اضطراب، کانفلیکت میشه. و اضطراب هم برای اینکه روان بشر اضطراب رو درک بکنه متوسل به مکانیزم‌های دفاعی میشه، دیفنس مکانیزم، که در واقع بحث ما از اینجا به نوعی شروع میشه که البته تعداد این واکنش‌های دفاعی زیاده، ولی اون چیزی که مهمترینش هست در بحث ما مسئله والایش یا سابلیمیشن. حالا همین کلمه سابلیمیشن هم در واقع تو فلسفه کانت هم اومده، این اصطلاح سوبلیمانس به مفهوم تعالی تو فلسفه کانت مطرح شده و فروید هم به نوعی در واقع از اونجا گرفته، ولی خب در یک مفهوم، در یک معنی تخصصی روانشناسانه به کار می‌بره، نه در مفهومی که کانت به کار می‌بره. چون کانت تعالی رو به شکل دیگه‌ای می‌بینه، اون به جهان اصلی نظر می‌کنه، قضیه‌اش فرق می‌کنه، ولی یک ریشه کلمه هم. و در مورد بالایش که خدمتتون عرض می‌کردم سابلیمیشن، میگه که در سابلیمیشن ما در واقع اضطراب‌های خودمون رو با رفتارهای معمول و مثلا جامعه پسند، جوری که معمول به طبع جامعه میشه، اونا رو سرپوش می‌ذاریم، تبدیلش می‌کنیم به یه فعالیت مثبت اجتماعی اضطراب خودمون، که نمونه بارزش برای ما که بحث می‌کنیم اینجا هنره. در واقع هنر از دیدگاه تئوری فروید اینجوریه که از طریق واکنش دفاعی سابلیمیشن اون اضطراب‌ها و اون کانفلیکتی که در درون ما، در ناخودآگاه ما هست، مهار میشه و به یک نتیجه مثبت دست می‌کنه. البته من میگم ما چون در مورد سایکوآنالیز صحبت می‌کنیم، اینم باید بهتون میگم که در روانشناسی جدید دیگه اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کنن، یعنی لازم نیستش که یه هنرمند حتما دچار اضطرابات روانی خیلی عمیق و شدید و اینا باشه تا بتونه آثار هنری خلق کنه. دلیلش هم اینه که هنرمندای بزرگی هستن که خیلی آدمای سالمی هستن، مثلا این مشکل روانی خاصی ندارن، ولی میگم ما چون در چارچوب تئوری فروید داریم بحث می‌کنیم، از دیدگاه فروید من عرض می‌کنم که قضیه به این صورت. خب حالا به همین دلیله که حالا یه چیز من خدمتتون بگم، این چیزایی که در مورد فروید طرح شخصیتی که طرحی که در مورد روان بشر توضیح میده، این قسمت نهاد و من برتر، این به نوعی در عرفان ما هم بیان شده. در عرفان حتما شما کلمات نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمئنه رو شنیدید. اینا بحثای خیلی زیباییه که عرفای ما مثلا در قرون گذشته به این چیزا دست پیدا کردن، اما خب ما نمیتونیم به اونا بگیم ساختار علمی داشته، چون واقعا اونا تو حوزه عرفان و تو در واقع درون‌نگری که اینا با خودشون می‌کردن به اینجور چیزا دست پیدا کردن و توضیحاتی که اینا در مورد مثلا نفس اماره میدن خیلی نزدیک به نهادیه که فروید توضیح میده. به نفس مثلا مطمئنه خیلی نزدیک به سوپریگو. میخوام بگم که شرق هم مثلا جامعه ما هم خیلی با اینجور چیزا بیگانه نبوده. توی بخشی از روشنفکری شرق اینجور چیزا مطرح شده. البته با همین کلمه روشنفکری بحثی که این مفهوم غربی است و مفهوم شرقی نیست، حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی میخوام بگم که خیلی هم دور از ذهن جامعه ما و تفکرات ما نیستش. خب حالا وقتی که مسئله تحلیل شخصیت اینقدر اهمیت پیدا می‌کنه تو تئوری فروید، بنابراین مسئله
مثلا زندگی خصوصی هنرمند خیلی مهم میشه به طور طبیعی. چرا؟ برای اینکه وقتی که این هنرمند یه اثری رو خلق میکنه برای ما باید جالب باشه که چه انگیزه‌هایی باعث شده که این هنرمند تونسته این آثار رو خلق کنه. بنابراین توجه به زندگی نامه‌نویسی خیلی خیلی اهمیت داره و این شما بهتر می‌دونید حتما آثار زیادی در مورد زندگی نامه زندگی هنرمند نوشته شده و تحلیل زندگی این در سینما هم به شدت نفوذ کرد. در سینما هم فیلم‌های زیادی در مورد زندگی هنرمندان ساخته شده که بعضیش خیلی هم موفق بود، بعضیش هم خوب نه، ولی در واقع نشون میده که این مسئله خیلی مهمه و مورد توجه قرار گرفته. مثلا در مورد زندگی هنرمندان مثل ون گوگ، مثل گوگن، مثل چایکوفسکی، مثل بتهوون و خیلی های دیگه، آندری ژیب، که اینا آدمایی هستن که واقعا نشون میده که زندگی نامه‌ای در اینا نشون میده که اینا اکثرا آدمای نامتعادلی بودن و در واقع به نوعی شاید مثلا تایید فرضیات تئوری‌های فروید باشه. مثلا حالا یک دو تاشو مثال بزنیم. مثلا در مورد چایکوفسکی، مثلا چایکوفسکی ما می‌بینیم که به شدت دچار انحراف جنسی، خب و حتی یک بار که ازدواج می‌کنه ازدواجش بسیار کوتاه و کاملا از رابطه زناشویی کاملا ناموفق و دوباره برمیگرده به همون دنیای انحراف جنسی خودش. ولی خب ما که نمیتونیم بگیم که مثلا چایکوفسکی آدم کوچیکی. چایکوفسکی یکی از سه قله اصلی موسیقی کلاسیک جهان. بنابراین اگر از زاویه هنر به قضیه شخصیت نگاه می‌کنیم باید به یاد داشته باشیم که با یک امور هنری مواجه هستیم. ولی از اون البته که سایکوآنالیز از اون زاویه بخوایم به این شخصیت نگاه کنیم، بله متوجه میشیم که این مشکلات هم داشته و شاید این انگیزه ها بزرگی کرده برای اینکه همچین هنرمند بزرگی به وجود بیاد. یا مثلا حالا مثلا در مورد فرضاً بتهوون مثلا می‌بینیم که آخرین چیزایی که راجبش نوشته شده ظاهراً با برادرزاده‌اش مثلا یه نوجوان بوده ارتباطاتی داشته و هیچ وقت هم می‌بینیم که ازدواج نکرده. حالا علاوه بر بیماری‌های جسمی که شدیداً ازش رنج می‌برده، مثلا دچار یه ظاهراً یه سوء هاضمه شدید دائمی بوده، همیشه یک حالت اسهال همیشه داشته که خب اینو رنجش بود. بعدم مسئله ماشین‌نواییش اینا هم به جای خود، ولی در مورد این چیزی که مربوط به انحرافاتش میشه یه همچین مطلبی هم که تاریخ هنر در مورد زندگی بتهوون نوشته شده. بنابراین یکی از وجوه این که توی ادبیات از طریق روانشناسی خیلی دیگه جدی شد و مطرح شد مسئله زندگی هنرمند که یک هنرمند چه انگیزه‌هایی داشته که موفق به خلق همچین آثاری شد که یک دو تاشو خب من برای شما نمونه آوردم، ولی خب خیلی زیاد هستن. خود فروید اصلا در مورد داوینچی یک کتاب مستقل نوشته، مثلا یک کتاب داره تحت عنوان داوینچی که میاد، چون داوینچی هم عادت داشته تمام خواباشو نوشته، تجربیات روزانه‌اش همه رو یادداشت می‌کنه که خب غربی‌ها میگن عادت دارن این چیزا رو حفظ می‌کنن، پاره نمی‌کنن. فروید به اینا دسترسی داشته و موفق میشه یک کتابی راجع به با تحلیل رویاهای داوینچی یک کتاب اصلا نوشته. یعنی خودش در واقع اولین کسی که از تحلیل آنالیز رو در مورد هنرمند بزرگ در مورد یک نابغه بزرگ انجام میده که اونجا مثلا خوابایی که میبینه یه عقابیه ظاهراً که حمله میکنه به این داوینچی که بچه است که مرتب این رویا رو به خودش بدنار یادداشت کرده. فروید بر اساس اینها تونسته این کتاب معروف رو به صنعت فارسی هم ترجمه شده، ولی چاپ اولش میکنم مثلا 30 سال پیش، 35 سال پیش یا بیشتر، 25 سال پیش مثلا چاپ شده بود تو متن چینی که بعدا هم تجدید چاپ فکر میکنم نشد. در مورد تأثیری که فروید در ادبیات و هنر گذاشته، همونطور که خانم روانشناس اشاره کردن، مسئله سورئالیسم که
اساسا خب دکتر آنجا برتون یا مثلا یارمون که خودشون هم حتی مشاور بزرگ خودشن دکتر بوده، اینا به شدت تحت تاثیر آرای فروید قرار میگیرن و اینا میان متوجه اهمیت رویاها میشن و آنجا برتون هم روش نوشتاری خود به خودی رو وضع میکنه. میگه که شما ذهنتون رو از همه چیز خالی بکنید، که قلم کاغذ دست بذارید جلوتون و شروع کنید به نوشتن، این که به هیچ چیزی فکر کنید. اولین کلمه‌ای که میاد پشت سر اون، اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه بنویسید و پشت سر اون هم که شروع کنید به نوشتن. این که فکر کنید که چی دارید می‌نویسید. و از این طریق به تدریج میتونیم به درون خودمون، به اون بخش ناخوشایند خودمون دست بیاریم. در واقع به نوعی هم کاری که فروید در مورد نوشتن رویاهای خودش انجام داد، ولی با این فرق اون از دیدگاه یک عالمی، از یک ساینتیست در واقع این کاری میکرد، ولی به آنجا برتون بیشتر از یابی هنرمند می‌خواست انجام بده. به خاطر همین تو نظریات آندره برتون و رویارگون اینا به شدت به رویاها و زمین ناخودآگاه بشر توجه میکنن و براش معنی میکنن. اینا شعر شاعرایی مثلا ژرارد کورنوال یا بودلر رو خیلی میپسندیدن، چون اینا کسان شاعرایی بودن که شدیداً هرچند مثلا بودلر رو بیشتر یک شاعر سمبولیست میشناسن، واقعا هم تو هست، ولی تصاویر سورئالیستی و رویاها و اون تخیلات خیلی دهشتناکی که شاعر بزرگ داشته و بیان می‌کنه، اینا چیزایی بود که خیلی مورد توجه آندره برتون و رویارگون قرار می‌گیره. من حالا برای نمونه یکی از شعرهای ترجمه یکی از شعرهای بودلر رو شاید کمک بکنه به ذهنیت ما براتون می‌خونم که البته 3-4 صفحه من خوندم که براتون جذاب باشه. ترجمه خیلی خوبی هم داره، این آقای محمد رضا پارساییان ترجمه کرده. به نظر من البته من فرانسه نمیدونم ولی لااقل فارسی خیلی زیبایی داره. اسم شعرم هست لاشه. روان من، آیا به یاد داری آنچه را دیدیم در آن صبحگاه دلپذیر تابستان؟ در خم کوره راه لاشه‌ای پلید و بستری از سنگ پا در هوا به سان زنی شهوتران، غرقه در عرق زهراکی می‌گداخت. سیاه و بی‌شرم و بی‌حیا شکم بدبوی خود را گشوده بود. آفتاب بر آن لاشه پوسیده می‌تابید، گویی که می‌خواست برشته‌اش کند و 100 برابر آنچه را که در پیکره بود به طبیعت بیکرانه باز گرداند. آسمان اسکلتی با شکوه را می‌نگریست به سان گلی که از هم می‌شکفت. روی لاشه گندیده چندان بود که پنداشتی در لحظه‌ها بیهوش می‌شد. مگس‌ها گزگز می‌کردند بر آن شکم گندیده، دسته‌های سیاه کرد بیرون می‌ریختند از آن و چون مایعی غلیظ جاری می‌شدند در سراچه‌های رخت‌های تماشا. چون موج برمی‌شدند و فرود می‌آمدند یا که با صدای خشک برمی‌جستند، گویی که نعش آکنده از نفسی کند می‌زیست و دمادم رشد می‌کرد. از آن منظره آهنگی غریب برمی‌خاست، چونان صدای باد و آب روان یا صدای جوجه‌ای که با جنبشی موزون دانه‌ای را در قربال می‌چرخاند. اشک‌ها محو شدند و رویایی نماند پیش، طرحی بر پرده‌ای از یاد رفته بود، آرام شکل گرفته بود و زین پس تنها نقاش خاطره پایانش می‌رسد. در پس سنگ‌ها ماده سگی نگران خشمگین ز ما خیره گشته بود. در کمین آن که باز گیرد از استخوان تکه‌ای را در کف نهاده بود. آنک ای دیدگان و آفتاب طبع من، ای فرشته من و ای عشق من، تو هم به این زباله همانند می‌شوی، به این لاشه گندیده هولناک. آری ای شهبانوی نیکی و دل، از پس خاک سپاری تو هم این گونه می‌شوی. آن دم که زیر علف‌ها و گل‌های باغ‌شاه میان تلی از استخوان کفت می‌زنی. آنگاه ای محبوب زیبای من، به کرمی که با بوسه تو را نوش می‌کند بگو که من هنوز با خویشتن نگه داشتم پیکر و جوهر عشق‌های از هم
حاشیه. ببینید همین که ملاحظه می‌کنید توی این شعر بولدر یه تصویر یک رابطه عاشقانه رو به چه شکلی توصیف می‌کنه. اولا تصاویر خیلی دهشتناک و سنگین و حتی چندش‌آور و بیشتر شبیه کابوسایی که آدم که توصیف می‌کنه و همین راشن گردی و اون تصویری که از اون زنی که زیر آفتاب باد کرده توصیف می‌کنه در واقع همون چیزایی که تا قبل از بولدر واقعا تو ادبیات اروپا هم نیست، کسی اینجوری به عشق و به روابط انسانی نگاه نکنه. اینی که این خیلی مورد توجه سورئالیست‌ها قرار می‌گیره. حالا من برای اینکه تنوع ایجاد کرده باشم، من تو شاعرای خودمونم تو شعر نسبت رحمانی که حتما همتون می‌شناسید رگه‌هایی از شعر این نوع رو دیدم. در واقع من وقتی بازجویی کردم رحمانی که خودش انگلیسی فرانسه که نمی‌دونه، شاید تحقیقی مثلا ترجمه شعر بولدر رو خونده بود، شاید نمی‌دونم، ولی تو بعض شعرها به شدت به این نوع نگاه نزدیک شده و خب چون با لحن فارسی و با زبان ما هستش ملموس‌تره. ولی من یکی از اونها رو اینجا انتخاب کردم که براتون بخونم. رفتم، اسم شعرش هم از جاده جهنم. رفتم و با بادهای سوخته رفتم، در رگ آن راه مرد رفته رفتم، سینه زنبورهای گم شده تفتم. رفتم ناخن ره را به چشم خسته کشاندم، روی شن داغ جای پای نشاندم، اشک نیامد که دیده درد فشاندم. رفتم و بردم زنی که زندگیش را باخت سر نرد شعرهای سیاه. رفتم و بردم زنی که دوزخ چشمش سوخت مرا، سوخت کرد تباه. پیکر لختش به روی شانه زخمم، مویش چون دود تیره در نفس باد، دستش چون مار مرده سر لزج نوش، نرم عرق می‌مکید از شک پشتم، در زی مرگی به زامگاه من افتاد. چک سرخ از لب جهنم خورشید بر تن من می‌گذاشت لک سیاه، چشم ره ز فلفل غبار شده کور، گویی می‌گفت ای روند تباه، یأس و این خفته بود در دل افتاد. آنجا در آن کویر پر از چاه کنده زدم بر زمین گرم توانسوز، آن زن را روی خاک گرم فکندم، خنجر تیز از دل نیام کشیدم، سینه ضربه‌ای بدریدم. خیس ز خون پنجه را به خاک کشاندم، گور عمیقی به دشت تفت زده کندم، آن زن را به نور ژرف نور دشنه فکندم. اشک نیامده درد فشاندم. رفتم در راه باز رفتم و شبها و روزها بی هم رفت، سایه خود بر قفا کشاندم و رفتم و هر کس به من رسید در آن راه گفت چه کردی؟ نگاه کردم و رفتم، گفت که رفتم، خموش ماندم. رفتم. ببینید این فضا خیلی به اون فضا نزدیک میشه و در واقع نشون میده که تو ادبیات ما هم تو شعر ما هم این تاثیر نگاه فرویدی وارد میشه. چون ببینید وقتی که سورئالیست‌ها میگن که هنرمند فارغ از اخلاقیات فقط باید به دلیل ناخودآگاه خودش به رویاهای خودش توجه بکنه بدون توجه به ارزش‌های اخلاقی، این سبب میشه که ذهن هنرمند آزاد بشه. یعنی وقتی که متوجه این مسئله بشه و جامعه اینو بپذیره، این شجاعت و جسارت در هنرمند پیدا میشه که بتونه مجموعات ناخودآگاه و قلبی خودش رو بیان که نمونهش مثلا خود شعر فرخزاد در واقع به نوعی بیانگر همین بود که این زن تونسته مجموعات قلبی خودش رو مجموعات غریزی خودش رو حتی با شجاعت صراحت بیان کنه. در مورد نقد آثار ادبی و تأثیرش خب من فقط یه اشاره می‌کنم.
من صحبت نمی‌کنم چون ظاهراً خانم روانشناس من گفتن که صحبت می‌کنم راجع به نقد ادبی صحبت می‌کنم. بنابراین من صحبت می‌کنم مورد نمی‌کنم. به هر حال فکر کنم تا همینجا کافی باشه دیگه. فقط من یه اشاره بکنم در مورد شاهنامه فردوسی، چون اصلا مورد علاقه خودم من به شدت بهش علاقه هستم. توی شاهنامه فردوسی هم شخصیت‌ها به شدت از نظر روانشناسی تحلیل شدن و یه اشاره کوچیکی بکنم به داستان رستم و سهراب که مثلا در داستان رستم و سهراب من یه وقتی خیلی سال پیش که میخوندم متوجه شدم که یک رابطه بارزه در داستان رستم و سهراب یعنی اونجا به جایی که پسر پدر رو می‌کشه پدر پسر می‌کشه. این تحلیل اجتماعی که البته اینجوری که جامعه مرد سالار جامعه که پیر قدرتی مطلقه طبیعتا جوان رو از بین میبره برای که به قدرت قابل میشه، ولی در یک جامعه بالنده که جوان به قدرت میرسه و جهان تغییر میده طبیعتا جوانی که میتونه پیروز بشه. این یه تحلیله که درست هم هست، ولی تو روانشناسی فروید که میدونید این برمیگرده به عقده اودیپ که جوان میاد پدرش رو از بین پسر پدر از بین، ولی در رستم و سهراب می‌بینید که برعکس پدری که پسر از بین. من راجع به این موضوع خب یه مقاله نوشتم موقعا چاپ شده، ولی واقعیت این که بعداً فهمیدم که مرحوم دکتر علی اکبر سیاسی که در بنیانگذاران روانشناسی در ایران و روانپزشکی در ایران هستش، ایشون این مسئله رو بهش اشاره کرده بوده رستم که اونجا هم یعنی اینا تحلیل روانشناسیش از میراث به نوعی وجود داشته، ولی به شکلی که مدون و علمی شده باشه هم این اشاره کردم برمیگرده به اندیشه های من بیشتر زدگاه نمیشم بسکنیم. من این سوال دارم ببخشید. ببینید وقتی از اودیپ صحبت میکنیم و حالا شما از رستم و سهراب صحبت کردید، حرکت‌های اودیپ از این طرف که پدر رو میکشه و حرکت رستم که پسر رو میکشه اصلا ناآگاهانه هست، در حالی که اگر به نوع این عقده ها برگردیم از لحاظ فروید یک حرکت درونی شخص است که وادارش میکنه با توجه به آگاهی ها به اون نزدیک. یعنی رستم سهراب رو نمیشناسه که میکشتش، یا اودیپ تو راه که میمده پدرش رو نمیشناخته که میکشتش، در حالی که بیماری باید یک جنبه آگاهانه برای این کشتن داشته باشه. برمیگرد به اون مسئله ناخودآگاه، یعنی مسئله اینجاست که شخص به طور ناخودآگاه درگیر قضیه هست. خب مثلا در مورد رستم و سهراب قضیه از این قراره که رستم وقتی که میاد ایران برمیگرده و زنش در واقع تنها میذاره، البته به نظر من این در واقع میدونسته که این زن زیبا خب مادر سهرابه و این سهرابی که سالها از مادرش داره متنفر میشه، این که خودش یه همچین ارتباطی با این زن داشته باشه. توی شاهنامه هم اشاره کرده اتفاقا که رستم برای زنش هدیه میفرستاده در طول این سال، یعنی نشون میده به یاد اون زن بوده و عشقش در قلبش جای داشته. خب و موقعی که سهراب باهاش بیاد کاملا بهش میگه که تو مثل پدر من هستی، مرتبا مشابهت‌ها رو حتی کسانی که سهراب رو میبینن وقتی سهراب میبینن میگن این که مثل رستمه، یعنی همه تشخیص میدن که این پسر، یعنی قریه تشخیص میده که این پسر یه چیزی مثل رستم، ولی خود رستم چطور نمیتونسته تشخیص بده که این پسر چیست؟ با تمام مشابهتایی که داشته، با تمام تلاش که پسر میکنه که نشون بده بیان کنه، ولی رستم نفرش نمیشه. در واقع بخشش ناخودآگاهه، یعنی اگر که کاملا خودآگاه بود که دیگه اینقدر دیوانه میشه داستان. میشه ماجرای همونطوری که تو روزنامه ها می‌نویسن که مثلا سر یه قضیه ناموسی می‌زد سر خواهرش می‌برده. خب میشه که همچین
در این حد پایین بود. ولی مثلا که در ناخودآگاهش بروز میکنه و بهش فرصت ابراز نمیده شخصیتش. تا لحظه کشته میشه در واقع یادش اون کشته میشه یادش بیفته چی کار کرد. ما یک وقت و فرصت رو میذاریم برای پاسخ یعنی باشه پرسش و پاسخ باشه بعد یه طرف با عزت محترم. با تشکر از آقای کوثری دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر علی